واقعیتش اینه که همینو به بچه‌ها میگم هیچ چیزی ارزشش بیشتر از سلامت جسم و روان شما نیست. ما تلاش میکنیم بهترین نتیجه رو تو کنکور بگیریم ولی به جهنم نشد. مدرک مگه چقدر مهمه برای کار؟ ببینید باز اینم خیلی من همیشه به بچه‌ها میگم، سال اول دومی که من میرفتم سر کار، من دانشگاه آزادی هم دیگه، هم ارشدم هم لیسانس هم دانشگاه آزادی. آره خیلی هم دانشگاه آزاد خوبه، خیلی خوبه، خوش میگذره. آفرین. واقعا خیلی چیز آدم یاد میگیره، یعنی اصلا اونطوری نیستش که همه راجبش حرف میزنن. حالا زمان ما حداقل اینجوری بود. دوستان اکثرا ببخشید شکر سلامتون، دوستانم که خیلی هاشون خب دولتی خوندن، خیلی از دوستانم هم آزاد، و الان دارم نگاه میکنم اون بچه‌هایی که آزاد خوندن همه سر کارن، اونایی که دولتی خوندن انقدر توقعاتشون رفته بالا هیچ کدوم الان کاری ندارن و هیچ کاری هم نمیپسندن. یعنی مشکل اینجاست، توقعا رفته بالا. ببخشید. نه خواهش، من واقعا همینه و من معتقدم که اصلا تهش در بدترین شرایط تو میخوای بری دانشگاه آزاد بخونی دیگه، برو دانشگاه آزاد بخون. آره من رفتم سال اولی که رفتم سر کار، حالا اون موقعی که داشتم تألیف میکردم مشکل خاصی نبود. بعد که رفتم مدارس مثلا یه ذره دلچرکین بودن که من دانشگاه آزادیم، ولی هیچ کس بهم نگفت نیا، هیچ کس بهم اینو نگفت غیر از یک مدرسه که وقتی من رفتم بعد از 4-5 سال بود سابقه داشتم، رفتم اون مدرسه، اسمشو نمیارم چون معروفه خیلی، و به من گفت همه چیه شما اوکیه ولی ما دانشگاه آزادی نمیگیریم. عجب. من اون روز خیلی ناراحت شدم، گفتم مثلا چقدر زشته این حرکت، اصلا شما راجع به علم من هیچی اصلا نپرسیدی، فقط مدرک من دیدی. و تقریبا 2-3 سال بعدش هر سال اون مدرسه داره به من زنگ میزنه میگه بیا، و من بهش میگم که شما دانشگاه آزادی نمیگیرین. اما اون روزهای اول، اون سالهای اول، مثلا 1-2 سال اول آره همه میپرسن مدرکت از کجاست، ولی الان من سالیان ساله که خیلی جاها دارم کار میکنم حتی از من مدرک نخواستن، حتی از من نپرسیدن لیسانسی، دکترایی، ارشدی، چی؟ بخاطر که خودتون رو اثبات کردین دیگه. دقیقاً. من میتونستم یک آدمی باشم دانشگاه تهران درس خونده ولی هیچی بازدهی نداشته باشم، هیچی یاد نگرفته باشم، تهش 1 سال اول میرفتم تو بازار کار، بعد از اون 1 سال اول میدیدن کاری بلد نیستم، با هم خدافظی میکردن، تعارف نداره کسی در محیط کار. پس مهارت منه که مهمه. درسته. پس اون مدرکه ما براش تلاش میکنیم ولی اگرم نشد به جهنم. من همیشه به بچه‌ها میگم دوست ندارم اتفاقاتی که برای جسم خودم افتاد. من یادم سالی که کنکور داشتم زخم معده و زخم اثناعشر گرفتم، برای جسممون اتفاقات افتاد، اتفاقاتی که برای روانمون افتاده واقعا نباید بیفته برای بچهای نسل جدیدی که به راحتی میتونن با علمی که دارن بیان یوتیوبر بشن. چه نیازی دارن به این که حالا 100% مدرک فلان داشته باشن؟ به نظرتون کدوم درس از ریاضی سخت‌تره؟ از ریاضی؟ خب من از نظرم ریاضی سخت نیست. آها، یعنی من ریاضیم خوبه، ریاضیم قویه. خب ولی خب من احساس میکنم واقعا فلسفه خیلی سخته. فلسفه سخت. آره. این که میگن اول مرغ بوده یا تخم مرغ که برایش ربطی به فلسفه نداره. نه اینا که، ولی فلسفه واقعا سخته. یه کتابی هست به نام لویاتان نوشته هابز، توماس هابز، و جز اولین کتابای فلسفه جهانه. من یادمه سال فکر کنم اول یا دومی بود که دانشگاه قبول شده بودم، بعد رفتم این لویاتان رو خریدم و آوردم شروع کردم به خوندن. 1.5 سال طول کشید تا من 80 صفحه اولش رو فقط بفهمم. یعنی هی میخوندم میومدم تا صفحه 80 دوباره برمیگشتم میگفتم خب من که نفهمیدم اصلا چی شد، دوباره میرفتم از اول میخوندم. فلسفه به نظر من سخته. اهل تقلب بودین یا نه؟ تقلب بودم و هستم. هستم نه، ولی بودم. تو دوران مدرسه تقلب کردم، تو دوران دانشگاه تقلب کردم. میچسبه نه؟
میچسبه، ولی کلا آدم ترسویم، بیشتر تقلب دادم تا اینکه بگیرم. و یعنی همجوری کاغذا رو مینوشتید میدادین نفر جلویی زمان ما بگین برامون که چه شکلی تقلبی کنیم که مراقب نفهمه که عهد قرقر میرزاست. ما اینجوری بودیم که 3 ردیف نیمکت بود و هر نیمکتی 3 نفر نشسته بودن. بعد من آخری کلاس میشستم، با اینکه درس خون بودم ولی آخری کلاس میشستم و اینجوری بود که وقتی معلم‌ها می‌خواستن امتحان بگیرن، نفر وسط میرفت پایین، اونجا رو زمین مینشست خب و روی صندلی مینوشت. اگر بچه‌های هم نسل من حتما یادشونه. نفر وسط نیمکت. آره. یعنی ستایی کنار هم نشسته امتحان میدادید؟ نه دیگه، مثلا ستایی کنار هم نشسته بودیم، این 2 نفر که عادی نشسته بودن، چون اگه مثلا این نفر وسط نشسته بود خیلی میتونستن از روی هم نگاه کنن. نفر وسط بعد میرفت پایین، رو زمین مینشست و روی صندلی برگشو میذاشت و شروع میکرد به نوشتن و این 2 تا هم بینشون یک کیف میذاشتن. مراقب حرکت میکرد که جذابیت این بود که اون موقع ها معلمای ما یه ذره اندامشون با معلمای الان فرق میکرد و وقتی توی یه کلاس 3 ردیف نیمکت چیده شده باشه اینا رد نمیشن. همینجاست که من همیشه میرفتم پایین و چون دختر نسبتا مظلومی بودم هیچ کس بهم شک نمیکرد و یادمه، انشالله که سلامت باشن اگه زنده هستن، یک خانم طالقانی بودن، دبیر تاریخمون بودن و فوق‌العاده قشنگ درس میدادن. هر جلسه امتحان میگرفت. خب ما نمیتونستیم هر جلسه درس بخونیم، اصلا خیلی کار سختی بود که ما هر جلسه درس بخونیم. حالا ماهی یه بار باشه آدم میخونه، ولی دیگه هر جلسه این لوسبازی ها چیه؟ خانم طالقانی با شما بودن. لوسبازی ها چیه؟ بعد من میرفتم پایین، کتاب تاریخ رو میذاشتم تو جامیز، میرفتم قشنگ 4 زانو مینشستم، کتاب تاریخ رو باز میکردم، مینوشتم از روی کتاب. تقلبم سخته، یعنی یه وقتای سواله یه جوریه که بخوای پیدا کنی جوابش هم سخته. نبود دیگه، تو علوم انسانی اینجوری نیست. تو علوم انسانی بیشتر حفظیه دیگه، یعنی جوابا کوتاهه، طولانی هم باشه تو کتاب میتونی پیداش کنی راحت، جاش مشخص. آره، یعنی وقتی خونده باشی کتابو میشناسی. بعد هیچی، من میشستم مینوشتم جوابای سوالا رو تو برگه، میدادم به بغلیا مینوشتن، میدادن به من، میدادن به میز جلویی. کل کلاسو همیشه 5 کامل آباد می‌کردین. هممون کامل میشدیم. خودتون شده 18 بشین بقیه 20؟ نه این اتفاق نیفتاد. و تو دانشگاه هم آره، تو دانشگاه خب خیلی ترسو بودم و چون دانشگاه دیگه شوخی نداشت دیگه، تو امتحانات ترم هیچ وقت سعی می‌کردم تقلب نکنم، میخوندم درسم و امتحانم میدادم. ولی از اونجایی که آقایون خیلی شجاع‌تر از خانومان تو دانشگاه، آخرین امتحان کارشناسیمون بود و امتحان کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی بود که ما بعد کتبی می‌نوشتیم، مثلا مراحل کامپیوتر و اون نرم افزار رو می‌نوشتیم. برنامه‌نویسی کامپیوتر. آره کاملا برنامه‌نویسی. من افتاده بودم توی کلاس، جلوی در کلاس، در ورودی، و دوست صمیمیم افتاده بود آخر کلاس اون گوشه، یعنی حالت ضرب دری افتاده بودیم. درسته. کل این کلاس هیچ کس بلد نبود، من و دوستم سر همه کلاس. یعنی مورب به هم میرسوندیم؟ نه نمیرسوندیم، ما که بلد بودیم، من و دوستم بلد بودیم. ساپورت می‌کردید کل کلاسو؟ الان میگم براتون. من شروع کردم به نوشتن. یه دفعه دیدم یکی از آقایونی که کنارم نشسته، ایشالله هر جا هستن سلامت باشن، ما خیلی گروه خوبی داشتیم، یه دفعه گفتش که نوشتی؟ گفتم آره. من این آره رو کاش نمیگفتم. یه لحظه مراقب رفت بیرون دور بزنه بیاد تو، من دیدم یکی برگم و ورداشت، برگه من رفت. و منی که صندلی اولم هیچی رو میز ندارم، دست به دست من سریع دستمو اینجوری کردم، وای خدای الان چیکار کنم. گفتم خب خودش میخواد بنویسه حتما دیگه. صبر کردم، برگه من نمیاد. یه دفعه دیدم کسی که پشت سرم نشسته بود اینجوری بلند شد از پشت سرم اومد، یه برگه گذاشت جلوم.
سفیده. من نگاه کردم دم اصلا اسم من نیست، یه برگه دیگه است، برگه یکی دیگه است. نگاه کردم برگه دوستمه. بعد فهمیدم اینا با هم دیگه برگه من و دوستمو گرفتن و دارن شیر میکنن با هم. و برگه ما چرخید تو کلاس، همه از روی من و دوستم کامل نوشتن. حالا ما خودمون نمیدونستیم شرایط در چه حدی بوده. وقتی از امتحان اومدیم بیرون، چند تا از همکلاسیامون اومدن گفتن که سوال فلانو شما مثلا نوشته بودی فلان چیز ولی شما اونو ننوشته بودی، کدوم درسته کدوم جواب؟ دوچار دوگانگی شده بودن. بعد مثلا من میگفتم نمیدونم، اونم میگفت نمیدونم دیگه، حالا ببینیم چی میشه. سر کلاس کی اتفاق افتاد؟ اسم استادو بیارم. بله تکلیف معلوم کنی. اون استاد جزو بهترین اساتید من در دوره تحصیل هستن. چاره‌ای نداره باید همینو بگیم. نه الان با این اوضاع تقلبی که تعریف کردم، آقای محمد مهدی رادان. و حالا جالب بهتون بگم که خیلی استاد باهوشی بودن. ما گفتیم خب هممون بالای 18 میشیم قاعدتاً دیگه، چون همه از روی من دوستم نوشته بودن. نمره ها اومد، همه بچه ها زیر 13 شده بودن و من و دوستم شده بودیم 18 و 75 و 19. استاد اون لحظه کجا بودی؟ استاد توی راه پله داشت میگشت. وقتی ما اومدیم بیرون به ما گفت تقلب کردین، ما گفتیم نه. ولی خب خط قرمز من الان سر کلاسام تقلبه. ولی واقعا اون درسی که توش تقلب زیاد میکردیم، من اینجوری هم یقمو گرفته. یادمه که من از ادبیات خیلی خوشم نمیومد و مثلا شعر حفظی مثلا هفته یه بار استاد که میومد میگفت شعر هفته قبل رو که مثلا درس دادم باید حفظ کرده باشین که این جلسه. یه برگه کاهی به ما میداد، خدا حفظش کنه، هنوزم هستن، خدا عمر با عزت بهشون بده، 120 ساله بشن. آقای آبیاتی فامیلیشون بود، استاد آبیاتی. و منو ببخش من به وقتایی همچنان میبینمشون. و یه برگه‌های کاهی بین ما پخش میکردن و ما رو میبرد توی یک سالن بزرگی که شعر رو از حفظ بنویسیم. من همون برگه کاهی رفتم پیدا کردم تو سطح شهر. رفتم اون برگه کاهی، خب از این برگه کاهی بود که میدن پخش میکنن. بعد اون برگه رو شعر رو می نوشتم میذاشتم لای اون زیر دستی، لای اون کتابی که قرار بود دنبال خودمون ببریم. یعنی هیچ تقلبی بیشتر از این حال نمیداد به من. اون برگه سفید رو میذاشتم لای کتاب، دقیقه 90 که میخواست تحویل بگیره اون برگه‌ای که نوشته شده از لای کتاب در می‌آوردم تقدیم استاد میکردم. به خدا که خیلی حال میداد. ولی الان گیر همون شعر حفظیام. مجری که باشی باید 40 بیت حفظ کنی، 20 بیت حفظ کنی. و شما هم نمیدونم درسی بوده که دوستش نداشته باشی ولی الان سر کارتون بهش افتاده و اذیتتون بکنه؟ خیلی اونجوری نبودم من، چون درس علوم انسانی رو کلا خیلی دوست دارم. یه ذره با جغرافی گارد دارم هنوز و الان افتادم. کلا چی دوست نداشتین تو اون ایام؟ غیر از درس علوم انسانی حالا کلا فیزیک شیمی خیلی بود. من الان هنوز اساتید رو میبینم، همکارامو میبینم که فیزیک شیمی درس میدن، میگم واقعا شما خیلی درستون سخته، چرا انقدر بچه‌ها رو اذیت میکنید؟ سخته واقعا نیست؟ نه من دوست داشتم. من رشته‌ام ریاضی بود، ریاضی و فیزیک. من عاشق انتگرال بودم، عاشق نمیدونم فیزیک و شیمی و این چیزا. ولی از ادبیات و فلسفه و جامعه شناسی و اینا، مخصوصا جامعه شناسی خیلی درس زندگیه. بله بخوایم نخوایم گیرشیم. بله. سوال کنکور شما طراحی کردین؟ نه. دوست دارین طراحی کنکور؟ چرا؟ من دوست ندارم کسی رو بندازم تو چاله. و بعد این اخلاقو داشته باشی تا سوال کنکور. یعنی باید بدونی گیر دانش آموز کجاست و از اونجا دست بذاری رو هم. من نمیتونم. تو دنیایی که بدون فالووره چه کاری؟ معلمی. دانش آموز نداشته باشی؟ اگه دانش آموز نداشته باشم، من آدم تکبودی کلا نیستم. چه توانمندی دارید که میتونید حرفه‌ایش کنین و بتونم ازش پول در بیارید؟ توانایی دارم. چیاست؟ بگین که ما بدونیم. من مثلا میتونم موسیقیمو خیلی بهتر کار کنم و از طریق موسیقی درآمد داشته. نوازنده چه سازی؟ سنتور. به. ستار قبلا میزدم، الان خیلی ساله نمیزنم، ولی سنتور حالا نه خیلی حرفه‌ای ولی خب میزنم. دیگه چی؟ من نمیدونم حالا این قابل پخش هست یا نه.
من طراحی رقص میکردم. به خدا همین الان از ذهنم گذشت که الان میخواد بگه دنسرم. خب ولی الان دیگه بریم یه بخشش رو ببینیم برگردیم. همین میدونم، مشکل ندارم، میگم چه اشکالی داره. خب نه خوبه. الان به خاطر فشار کاری ما اینا دیگه اصلا این کار نمیکنم، ولی حداقل 4-5 سال شاید هم بیشتر من این کار رو انجام میدادم. تصور کنم. خب من خیلی آخه با مغنه چجوری؟ من خیلی رقصیدن دوست دارم، خیلی زیاد، و درس دادم زیاد، آموزش دادم. حالتون خوب میکنه؟ خیلی. بعد گفتین که شجریان گوش میکنی؟ من حتی با شجریان رقصیدم. طراحی دیگه، بله، وقتی طراحی باشه. پس حرفه‌ای هستین تو این حالا نه خیلی، یه ذره یه تکونایی میدیم در این حد. ولی آره این کارو میکنم. ورزش زیاد اینا میذاریم بذاریم اصلا مشکل خیلی خوب. ورزش ایجتون رو میبندن نه بابا برای چی ببندن؟ هنره دیگه. آره ما اصلا الان چیه من فقط میخوام استرس بگیریم. نه بابا ورزش زیاد میکنم، یعنی از طریق ورزش. آها با اونایی که میکنیم ورزشه. نه اون هنره. ورزش فرق داره. خب گفتم شو پشیمونش. ورزش چه ورزشی؟ من دوره نوجوانیم تا حدوداً 22 سالگی حالا از آمادگی جسمانی شروع شد که به صورت حرفه‌ای مثلا رتبه 3 تهران شدم. خیلی حرفه‌ای کار میکردم. چه ورزشی دقیقاً؟ آمادگی جسمانی. میشه چی؟ شامل 2540 متر دراز نشست، بارفیکس، پرش جفت پا و پرش زیگزاگ. خیلی کارهای سختی انجام میدی. و رتبه 3 تهران شدم. بعد رفتم عضو تیم فوتسال تهران شدم. 2 سال فوتسال کار کردم و بعدش دیگه کلا خارج شدم. البته الان هنوزم ورزش میکنم، اما ایروبیک میدوام، نمیدونم از این کارا میکنم، ولی اونجوری حرفه‌ای دیگه نه. آیا موفقیت تو ایران شانسیه یا سیستمیه؟ پشت کاره. با سیستم هم نمیشه بگیم سیستمیه قطعا. اگه 2 به علاوه 2 حتما 4 نمیشه تو ایران. حتما اگه این کارو بکنی 4 نمیشه. ولی خیلی تلاش مهمه، خیلی استمرار مهمه. تو هر رشته‌ای که میخوای موفق بشی به نظر من تو ایران هم باشی، حتی باند مافیا هم باشه، قطعاً خب میدون برای دیده شدن شما لازم داری برای اینکه حالا تلاشش بکنی. من همیشه میگم من به هیچ جا وصل نبودم. واقعاً به هیچ جا وصل نبودم. میدونا رو خودتون ساختم. خودم ساختم. روابط به وجود اومده، ولی اون رابطه‌ای که به وجود اومده من اسمشو نمیذارم شانس. خیلی‌ها میگن فلانی، خیلی از آدما شانسی بالاخره با فلانی آشنا شد که الان رفته تو اون مؤسسه بزرگ داره کار میکنه. ولی من اینو قبول ندارم. اون کسی که اگر منو معرفی کرده هزاران نفر رو کنار خودش داشته و میتونسته معرفی کنه، پس من یه ویژگی متفاوتی نسبت به اون 1000 نفر داشتم که منو معرفی کرده. حالا اون علمم بوده، تلاشم بوده، پشتکار، حالا هر چیزی که بوده، و اون رفته منو معرفی کرده. پس اون شانسم تو باید قابلیتشو داشته باشی که ازش استفاده کنی. قبول دارم تو کشور ما خیلی جاها آدم‌هایی که شایسته اون جایگاه نیستن میان بالا، ولی ماها دلیل نمیشه که نتونیم بریم بالا و خیلی هم سخته. هیچ وقت نخواستین از ایران برین؟ رفتن از ایران، من وطن کلا خیلی برام مهمه. حالا خیلی‌ها شاید بگن مسخره است، حالا با شرایطی هم که پیش اومده نگاه‌های ذره تغییر کرده، ولی من همیشه از بچگیم وطن برام مهم بود. ولی من تو یک سن تقریبا 23-4 سالگی تصمیم گرفتم برم و تصمیم قطعی گرفتم برم و دانشگاهمو انتخاب کردم در آلمان. دانشگاه خیلی خوبی رو انتخاب کردم که مثلا آقای هابرماس اونجا داشت درس میداد، بزرگترین جامعه شناس و فیلسوف معاصر ما که برای هر کسی که رشته منو خونده افتخاره بره شاگرد ایشون بشه. و 2-3 ماه قبل از این که بخوام برم، یکی از دوستان دوران دانشگاه هم
شنیده بود که من میخوام برم و اون خودش آلمان بود. به من زنگ زد، یک صحبت 1 ساعت 1 ساعت و نیمه با هم کردیم و همون لحظه من گفتم نمیام و تمام شد و دیگه هیچ وقت دلم نخواست برم. به من گفتش که من الان اگه روم میشد برمیگشتم. تازه اون موقع شرایط خودش کجا بود؟ آلمان. به من گفتش که اگر من خودم الان روم میشد برمیگشتم ولی الان نمیتونم برگردم. ولی بشین با خودت فکر کن که چی رو داری از دست میدی و قراره چی رو به دست بیاری. تو قراره یه خانواده رو از دست بدی، یه پدر و مادر رو از دست بدی و در کنارش بری بهترین رشته دانشگاهی رو بخونی، دکترا بگیری، اینجوری بشه اونجوری بشه. فکر کن ببین که کدوم یکی از اینها در زندگیت برات مهمتره. آسیبی که ماها دیدیم و نبینیم. و من همون روز به این فکر کردم که ایشالا همه پدر مادر همیشه سلامت باشن، حالشون خوب باشه، سایه‌شون بالا سر بچه‌هاشون باشه. همون روز فکر کردم که خب من اگه قرار باشه برم و یه وقت خدایی نکرده اتفاقی برای پدر مادرم بیفته، من این نبودن خودم رو برای خودم چطوری توجیه میکنم؟ من از تمام این دقایقی که در کنارشون هستم میتونم لذت ببرم، ولی اون موقع این لذت رو از خودم گرفتم صرفا برای این که شاید برم یه آینده بهتری برای خودم رقم بزنم. ولی خب من درون خودم برام مهمتره و تصمیم گرفتم بمونم همینجا بسازم. ساختم اصلا پشیمون نیستم. سلامت. علی اگه یه کتاب بودین، خودتون یه کتاب بودین، اسمتون چی بود و خودتون چی داخل خودتون می نوشتین؟ فکر کنین که این قابلیت اصلا داشت؟ جمله خودم دیگه. چی؟ من شعارم اینه، من میتونم ترین آدم روی زمینم. من چی ترین؟ میتونم ترین آدم روی زمینم. من اینو همیشه سعی میکنم به خودم ثابت کنم. اینم اسم کتابتون بود؟ شاید. اصلا خودم رو اینجوری تعریف میکنم. به همسرتون زنگ میزنین و چی بگم؟ حستون رو بهش با عصبانیت میگین. چرا؟ با عصبانیت. الو سلام. خوبی؟ چطوری؟ روزت بخیر. روزت بخیر. سلامت باشید. مرسی. ببین خواستم بهت بگم من واقعا دوست دارم. چی نگی ها؟ واقعا خیلی. آره حله؟ اینقدر کم میگی به بنده خدا هنگ کرده. اینجوری آخه چالش بود. صدات رو آیفونه. سلام برسونیم. قربانت خدا بس. دیگه کامنت بذارین دیگه، من نمیدونم کامنت بذارین که خوب اجرا کردن یا نه. بد بود. چجوری خوب عصبانیت دادم. خیلی خوب ولی انقدر کم این کارو میکنین انگار اصلا هنگ کرد. کاش خودش اینجا بود. بیشتر باید زنگ بزنین. کاش خودش اینجا بود. نمیدونم که بگه من کم این کارو انجام میدم. خب باید زنگ بزنین داداشتون و بهش بگین که از اخلاقای بد منو بگو. زنگ بزنین. باشه زنگ بزنین داداشتون از اولم رو آیفون و یه جوری هم وانمود نکنین انگار که مثلا حالا سر ضبطین و خیلی هم رسمی باید صحبت کنین. آخه بفهمه نفهمه. نه با بفهمه. تهش اینه که نمیذاریم دیگه، یه فوش بدی میتونه نمیذاریم دیگه. خب باهاش صمیمی حرف بزن، اصلا انگار ما نیستیم. نمیشه که. چرا میشه؟ جانم ماجرا. سلام چطوری؟ سلام عزیزم. خوبی؟ قربونت. خواب نبودی که؟ نه. آها خب چه خبر؟ الهی خوبه؟ قربونت الحمدلله. متشکرم. شما خوبی؟ سلامت باشی. مهدی بدترین اخلاق من چیه؟ گنج. نمیدونم میگه دیگه اینجوریه داستان باید بگی الان. من کجا رو ایرم انا؟ آره. نگو بابا. آقا مهدی سلام، امیدوارم خوب باشی. آقا بگو بدترین اخلاق خانم طالب چیه؟
اصلا به ذهنش نمیرسه اخلاق. چرا؟ البته زیاده دارم دنبالش میگردم. داره بدترینشو پیدا میکنه. جواب پس دادنش. ما هم داریم اینجا میکشیم. آره جواب پس دادنش. دست درد نکنه. بدترین جوابی که شنیدی هم بگو و قطع کنیم. خیلی سوال سختیه. بدترین جواب یادم نمیاد الان حضور ذهن ندارم ولی انقدر مکرره که هم برام. قربونت مرسی سلامت بشی خدا. خوبم داره ها. چیه بهترین اخلاقش؟ خیلی دلسوزه. زنده و خواهر خوبی هم هستن نه؟ خیلی دیگه مجبورین میفهمم. آره دیگه بالاخره ما با شما که چیز نیستیم. آره مراقب خودت سلامت بشین خدا. خداحافظ. پیروز شدین در چالش. خدا بهت رحم کرد. چند تا سلامات نذاش کردی. نه بابا. انشالله همیشه کنارم خوش باشین و سلامت. قربان شما. یه جمله با آقا مهدی بگین حالا که اسمش اومد و آخ خودش دیگه فهمید حسابش با کرام الکاتبین. خودش میدونه که چقدر دوستش دارم آخه. اصلا کلکل ما به خاطر دوست داشتن. چقدر اختلاف سنی داری؟ 7 سال. کوچیک‌تر از. آها آقا مهدی چند سالشون بود؟ من یادتون نمیدونید شما که شما پیدا میکنیم ما کاری ندارم. ما اینجا تیم تحقیق و توسعه داریم که چند سالشه. بذار من الان از تیم نویسنده آقا مهدی چند سالشه؟ چقدر نامردن تیم نویسنده ما. خب اگه یه نویز رو بخواین از زندگیتون حذف کنین اون نویز چیه؟ نویز بخوام حذف کنم خیلی سوالای سختی دلم نمیاد چیزی رو حذف کنم. یه چیزی بگم من اصلا شاید یک جسمی باشه، شاید یک اتفاقی باشه، شاید یک جمله‌ای باشه، شاید یک شخصی باشه. حالا درست شد. من مرگ رو حذف می‌کردم. مرگ رو حذف. چرا؟ میترسین ازش؟ نه برای خودم هیچ وقت نمیترسم. من کلا فوبیایی از دست دادن دارم و این خیلی اذیتم میکنه همیشه. از دست دادن یک انسان و یک عزیز. یعنی الان اگه خدا نکرده گوشیتون رو بدزدن نه اوکی. اصلا مهم نیست. نه که بگم اصلا مهم نیست. نه انقدر قابل گذشت. آره ولی تنها چیزی که آزارم میده نه تنها مرگ مثلا دور از روی همه عزیزان، من مرگ همه آدم ها اذیتم میکنه و به شدت قصه میخورم برای اونا. خیلی اذیت میشم. حالا یه چیزی بگم نمیدونم حالا اصلا باید اینجا بگم یا نه. راجب نویز که صحبت کردیم من ذهنم رفت سراغ صدا. چه صداهایی رو میخوای حذف کنی؟ من تا قبل از این 12 روزی که به سختی گذروندیم همیشه فکر میکردم من نویزی که حذف میکنم احتمالا صدای ماشیناست و اون 12 روز ما تهران بودیم. هر لحظهش آرزو میکردم صدای ماشین بیاد و من بشنوم. اصلا مهم نیست صدای ماشینا، انقدر که سکوت مرگباری. روز دوست داشتیم صدای انفجارها حذف بشه. دقیقاً همینطور. رسیدیم به آخرش. اگر جمله‌ای دارین برای دانش آموزاتون، برای مخاطب‌ها که قطعا همون دانش آموزاتون اکثرشون هستن بفرمایید. من میدونم که همه چیز به دست آوردنش سخته، به خاطر اینکه خودم و امثال خودم رو دیدم که خیلی سخت خیلی چیزا رو به دست آوردن. ولی این که ماها به دست آوردیم داستانش این نیست که ما حتما به جایی وصل بودیم یا ما با شماها فرق داشتیم که تونستیم. تنها کاری که ما کردیم تلاش کردیم، ضربه خوردیم، دوباره بلند شدیم، وایسادیم، تلاش کردیم تا یه ذره بتونیم گلیم خودمون رو از آب بکشیم بیرون و به یه جایگاه اجتماعی برسیم. همیشه اینو سر کلاسام میگم و دوست دارم اینجا هم بگم. راز موفقیت شما زمانی رقم میخوره که نظر شخصیمه. به هیچ کس اجازه ندید شما رو از رسیدن به چیزهایی که دوست دارید منع بکنه، به خاطر اینکه شما لایق بهترین چیزها هستین و اول به خودتون بعد به بقیه ثابت کنید که تک تک شماها میتونم ترین آدم‌های روی زمین هستید. و اینجوری میشه که وقتی سنتون میره بالاتر و مثلا میشه بالای 30 سال میشید
بعد اطرافتون رو نگاه میکنید میبینید که هر آن چیزی که اطرافتون هست رو عاشقانه دوست دارین و حالتون باهاش خوبه، چون به هر چی که دوست داشتین رسیدین. درود بر شما. خیلی خوشحال شدیم خدمتتون بودیم. امیدوارم همیشه پیروز و سلامت باشین در کنار خانواده محترم آقا مهدی گل، با هم بساز باشین، حالتون خوب باشه، شوخیاتون با هم برقرار بشه. زنده باشید. ممنون از دعوتتون. متشکرم. ان شاء الله شما موفق باشید. قربون شما. زنده باشید. اگر صدات بین همه گم شده، اینجا یه پاتوقه برای صداهایی که کمتر شنیده میشن. اینجا دینویزه و اینجا سکوت بیشتر حرف داره برای زدن.